در استورخانه جمهوری اکادمیک باباجان غفورов تحت عنوان مرد از عالم پاکی و راستی محفل یادبود برگزار گردیده از سهم و نقش قهرمان تاجیکستان باباجان غفورov در تشکر وطندوستی و خویشتنشناسی خدمت‌های شایان فرزند فرزانه ملت برای تألیف شاهاثر تاجیکان همچنین حیات و روزگار عبرتبخش اکادمیک باباجان غفورov معروضه‌های علمی شنیده شد. دیرکتور استورخانه با قناعتمندی ابراز داشت که در پرتو سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان استورخانه جمهوری اکادمیک باباجان غفورov امروز به یک مکان تاریخی و سیاحی و آموزشی تبدیل یافته. سال گذشته بیش از 10,000 نفر ساکنان و مهمانان و سیاحان به استورخانه تشریف آوردند. پیشوای معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی امام علی رحمان استورخانه جمهوری اکادمیک باباجان غفور را بعد 25 سال فعالیتش پر از نوسازی گردانده. آن با تمام شرایط‌های معاصر تامین کرده شد. سال گذشته زیاد از 10,000 تماشابینان از این استورخانه بعد نوسازی تماشا کردند و علاوه در دوام 6 ماه زیاد از 7,000 خوانندگان مکتب‌های تحصیلاتی همگانی، دانشگاه‌های حدودی کشور، مهمانان از فدراسیون روسیه، از خارج کشور از این استورخانه تماشا کرده سطرهای خود را در کتاب خاطرات ماندند. در محفل وابسته به خاطره اکادمیک باباجان غفورov از نظر ادیبان و محققان بازیافت‌های بایگانی اید به فعالیت علمی و رهبری باباجان غفورov سهم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در گرامی‌داشت علامه باباجان غفورov سیمای قهرمان تاجیکستان باباجان غفورov در شعر معاصر تاجیک نظر و اندیشه‌ها و معروضه‌های علمی پیشنهاد گردید. برگزاری این محفل گواهی آن است که حیات و روزگار و خدمت‌های ماندگار اکادمیک باباجان غفورov نمونه عبرت برای امروز و فردا بوده، مایه افتخار و شایسته تحسین است. یکی از همین خصلت‌های بلند آن کس که با کودکان با نوجوانان صحبت می‌کرد. من که 12 ساله بودم صحبت آن کس به من تمام عمرم نقش بسته است، برای اینکه اونها میگفتن که علم آموزتان بیکار نشینیتون، مهنت رو باید که ما دوست داریم، از بالای خودتون کار کنیتون، البته شما مکتب‌های تمام کنیتون و دانشگاه‌های عالی رفته تحصیل کنیتون. خرسند هستم و خاطرات نیک حق انمین قهرمان ملت باباجان غفورov نقش بسته است در حیات من. استورخانه جمهوری اکادمیک باباجان غفورov همچون مرکز آموزشی علم و تحقیق آینه است برای شناسایی به تاریخ گذشتگان ملت تاجیک و خدمت‌های شایان فرزندان فرزانه‌اش بوده در راه شناخت ملت تمدن‌آفر تاجیک خدمت می‌کند. زیرا باباجان غفورov همچون عالم توانا، تاریخ شناس، اکادمیک نامور در آموزش و تحقیق تاریخ ملت خود خدمت‌های شایسته انجام داده برای امروزیان از خود میراث پرغناوت و گنجینه‌های بی‌نظیر را به میراث گذاشته است.